بسم الله الرحمن الرحیم. صبح دوستان بخیر و شادی باد. دوستان، امروز 21 ماه مبارک رمضان است که سپری می شود. از رمضان چند روزی به شمار دیگر ماند که الله جل جلاله فرمودند ایام معدودات، روزهای به شمار. ما از فضیلت این ماه مبارک پرفیض و پربرکت، از خیر و بزرگی این ماه با فضل و کرم الله مهربان در این 20 روز با توفیق هدایت الله ذوالجلال گفتیم و در اینترنت شما داخل شین، در یوتیوب و اینستاگرام و هر سایت اینترنتی که میدارین، الحمدلله که اهل علم گفتن و تا حال گفته ایستادیم. فقط امروز میخوام در این ماه مبارک که چند روزی به شمار مونده است، آخرین صحبت ما به همه جمع بست کنم. دیگر در رمضان چند روزی که مونده کوشش کنیم که الله ذوالجلال در یک حدیث قدسی ما و شما چندین بارها شنیدگی هستیم، بنده هاش ندا کرده میگه یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. ای بندگان من ظلم در نفس خودم حرام گردانیدم و در بین شما هم این حرام قرار دادم، یعنی ظلم، پس به یکدیگر ظلم نکنید. وقتی که الله ذوالجلال مقصد از روزه گرفتن، مقصد از فرض شدن روزه را با ما و شما در قرآن عظیم شان گفت که لعلکم تتقون، تا اینکه شما شاید که شما پرهیزگار شوید. همین نتیجه همین 29 روز یا 30 روزه که روزه میگیریم، همون تقوایی که الله ذوالجلال گفته است همون باید باشد. اولین چیزی که در این حدیث قدسی الان خواندیم، ای بندگان من ظلم بر نفس خودم حرام گردانیدم و در بین شما هم حرام قرار دادم، پس به یکدیگر ظلم نکنید. یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم. ای بندگان همه شما گمراه هستید مگر اون شخصی که من هدایتش کردم، راه راست نشانش دادم، راهنماییش کردم، پس از من طلب هدایت کنید، من شما را هدایت کنم. در هر نماز فرض و نفل و واجب ما در هر رکعتش سوره الحمد، سوره الفاتحه میخونیم. اهدنا الصراط المستقیم. یا الله، ای پروردگار ما را هدایت راه راست کن، ما را راه راست نشان ده تا که گمراه نشویم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. صراط راه آنهایی که به آنها انعام کردی. قرآن یک قاعده دارد که بعضی آیاتش و بعضی آیاتهای دیگرش تفسیر میکند که همین هدایت راه راست چی است. در سوره دیگر الله ذوالجلال میفرماید و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. هر انسانی که الله و پیغمبرش محمد صلی الله علیه وسلم اطاعت کند، پس اون انسان با همراهی اونهایی هست روز قیامت که الله با اونها انعام عطا کرده است، انعام داده است. همونها که هستند، همون که در راه راست بودند، از پیغمبرها، از صدیقها مانند ابوبکر صدیق و دیگر صدیقها، مادر عیسی علیه السلام مریم العذراء که الله گفت و امه صدیقه، و شهیدها و صالحان، الله اونها را خودش
جدا کرده است از بین تمام بنده هاش. و کسی که الله پیغمبرش اطاعت کند، الله روز قیامت همراه آنها جوش میکنه. و چی خوب است، چی رفیق گری با آنها، یعنی یک جا بودن با آنها روز قیامت در جنت های الله، بهترین جنت های الله. چون که اون پیغمبرها و صدیقها و شهیدان و صالحان در بهترین مکانهای جنت، در جوار رحمت پروردگار، در بلندترین بهترین جنت الله اونها را قرار میتید. در دوام حدیث قدسی الله ذوالجلال فرمود: یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم. ای بندگان من، همه شما گرسنه هستید مگر اون شخص هایی که، اون انسان هایی که من طعامشان دادم، طعامشان میتم، پس از من طلب طعام کنید، من شما را طعام تیم. ما و شما یک خوب فکر کنیم، صبح برای سحری خوری میخیزیم در رمضان، طعام های گوناگون، شیرینی ها، میوه ها، تمام نمودش در پیشمان مهیا تناول میکنیم، روزه را نیت میکنیم. بیگه میشه وقت افطار، دسترخوان را آراسته میکنیم به تمام نوعهای طعام ها و شیرینی ها، آب ها، میوه ها. اما اونجا انسان های هستند که هر روز از گرسنگی چندین نفر اونها فوت میکنند، وفات میکنند. یعنی شاید بعضی از انسان ها فکر کنند، گمان کنند که طعام داشتن، آب داشتن، میوه داشتن در خانه، پر یخدانمون پر از تمام نمود غذاها، گوشت، میوه، همه چی پر است، دسترخوانمون پر است، این یک چی طبیعی است، یک چیزیت نه، چیز عادی نیست. این همون ذاتی که ما را آفریده است، همون برای ما این طعام مهیا کرده است. اما اونجا انسان های هستند روزانه چندین نفر از اونها از دنیا میگذرن، از گرسنگی علف میخورن و چیزی ندارن برای خوردن. چقدر با مشقت روزه میگیرن، صبح میخیزن، شاید بعضش یک تیکه نان پیدا کنه، شاید بعضش یک چند گرم شیر یا که آب پیدا کنه، اما بعضش به همون بدون پیدا کردن همون غذا روزه میگیره، صبح میخیزه. برای همین از الله طلب طعام کنیم که الله این نعمت هایی که برای ما عطا کرده این امتحان است. اگر الله اونها را به گرسنگی و تشنگی امتحان کردگی است، ما را به سیری، به شکم سیر، به تمام داشتن غذاهای رنگ و رنگ امتحان کرده است. یک از حکمت روزه چندین بار ما و شما شنیدیم و بازم میشنویم، این است که انسان فکری کمبغل و بیچاره و یتیم و مسکین و اون محتاجا را کند. به همین خاطر یک حکمت روزه همین است که خود انسان گرسنه میمونه صبح تا شام، در یاد بزنه که اوجا هستن انسان هایی که گرسنه هستن، تشنه هستن، لباس ندارن، از خانگی یا عبادی کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی. الله ذوالجلال میگه یا بندگان من، همه شما برهنه هستین، بدون لباس هستین، بی لباس هستین، مگر اونهایی که من لباسشان دادم. پس از من طلب لباس کنین تا که شما را لباس پوشانم. لباس ندارن در تنشان، از خنک میزنه، چندین نفرشان هر روز وفات میکنن، کودککا، انسان های کلان سال، زنها شرم حیا دارن، لباسشان قدر لباس خوب نیست که تنشان خوب پوشانه، اما ندارن لباس خوبی که تنشان پوشانن که همون عورتاشان خوب پوشیده شوه، یعنی دستشان و سرشان.
چون که ندارن همون لباسی خوبه، لباسی که خوب پوشانن طبق شریعت. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. ای بندگان من، هرگز شما ضرری به ما رسانده نمیتونین که مرا ضرری برسانین. به سرکشی کردن، به عصیان کردن، به گناه کردن، به تکبر کردن، به سرکشی کردن، هیچ وقت انسان نمیتونه به الله ضرری برساند. چنانکه در اول حدیث قدسی گفت که ای بندگان من ظلمت بر نفس خودم حرام گردانیدگیم و در بین شما هم حرام قرار دادگیم. ان الله لا یظلم مثقال ذره. یقینا که الله جل جلاله ذره یک چیزی که در وقتی که هوا آفتاب میتابد از تیرزه خانه نگاه میکنیم، ذره های خورد در چنگ نمایان میشه در روشنی آفتاب از چنگ، همون ذره میگن. یعنی الله مثال میزنه که من ذره به شما ظلم نمیکنم. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. یقینا که الله و بنده‌هاش هیچ وقت چیزی یک ذره خوردگی که شاید به چشم دیده نمیشه به شما ظلم نمیکنه، ولیکن انسان هستن که نفس خودشان ظلم میکنن. با ظلم کردن به نفس خودشان و به دیگران الله گفت حرام گردانیدگی است. پس در بین یکدیگرتان ظلم نکنین. دوام حدیث در الله ذوالجلال و بندگاش میگد که یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاها. ای بندگان من، این همون عملهای شما است که من حسابش میکنم، بعد روز قیامت به شما باز میگردانم. فمن وجد خیرا فلیحمد الله و من وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه. پس انسانی که اگر در عملهاش روز قیامت نامه اعمالش به دست راستش داده شد به سر بلند در بین مردم قیامت، که از اول دنیا تا آخر دنیا، از انسان ها تا جن ها که در دوام حدیث آمدگی است، عملهاشون اگر خوب باشه، خوب بیاون، پس باید الله شکر بگن، حمد بگن، ستایش کنن، سپاسگزاری کنن. پیش از این لفظ حدیث این است که یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. ای بندگان من، اگر از اولین شما، یعنی از اولین انسان روی دنیا که به دنیا آمد، آدم علیه السلام بودن، پدر انسانیت، پدر ما و شما، و آخرین شما، از اول انسان تا آخرین انسانی که در دنیا میآید پیش از قیامت، از انسان ها و از جن ها، اگر با تقواتشون انسان شوند، همه با تقوا شوند، همه مسجد رو، همه زکات، همه شعائر دین رعایت میکردگی، روزدار، روزه های فرض و نفل، خیر احسان، خدمت پدر و مادر، کمک به یتیم و بیچاره و بینوا و بیوزن، خدمت راه الله، طلب علم آموزی، همه کارا را انجام تیان، عبادت، شبها قیام اللیل، ذکر، تسبیح، استغفار، صلوات. در ملک الله هیچ چیز زیاد کرده نمیتون. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم
ما نقص ذلك من ملکی شیئا. بندگان من، اگر از اولین شما تا آخرین شما، از انسانهای شما تا جنهای شما، انسان و جن همش یک جا بدترین انسان شوند، از ملک الله هیچ چیز کم کرده نمیتونن. یا عبادی انما هی اعمالکم احصیها لکم، چه خیلی که خوندیم که بندگان من، عملهای شما است که من حسابش میکنم و روز قیامت به شما باز میگردانم. پس هر انسانی که اگر خوب یا عمل شه، پس الله باید شکر گزاری کند. پس اگر و من وجد غیر ذلك فلا یلومن الا نفسه، اگر کسی که غیر این یعنی بعد یا عمل شه، روز قیامت نامه عملش به دست چپش دادن که بعد او روز داد و ویلو میکنه که یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش این کتاب ما، همین نامه عمل ما داده نمیشید. دو روایت، یکیش که دست این خیل کرده میگیره به دست چپش شرمنده وار، یکیش که دست ایدوریش کمش انداخته از پشتش کتاب شه، نامه عمل سیاه شه، کتاب سیاه شه، همه عمل های بد و زشت و گناه و ظلم و تکبر و جرم و عصیان در او است میگیره و معلومه دیگه کجا میرود. برای همین خلاصه گپ همین است که الله از همین رمضانی که ما و شما چند روزی به شما مانده است که سپری میکنیم قریب آمده است، همون تقوایی که الله ذوالجلال گفت الله برای ما و شما نصیب گردانه. الله ذوالجلال عملهای ما و شما را خالص به خاطر رضای خودش انجام دادن نصیب روزی گردانه. الله ذوالجلال فرزندای ما و شما را در راه خودش، در راه صراط المستقیمی که گفته گذاشتیم، هدایت بفرمایه و ما را از راه خودش دور نگردانه. محبت خودش، محبت پیغمبرش، محبت قرآنش از قلبهای ما دور نگردانه. ما را در این ماه مبارک دعا میکنیم که از نجات یافتگان آتش دوزخ و داخل شدنگان در بهشت جاویدانش قرار داده باشه. گذشتگی ما و شما را در این ماه مغفرت گردانده باشد، قبرهاشون باغ از باغ جنت گرداند و چقری از چقری دوزخ نگرداند. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.